دست و پای الکی زدنم بی خوده. یعنی آدم طول میکشه البته این آدم متوجه بشه ها. من اینو خیلی دوست دارم به بچه‌های جوان‌تر از خودم بگم که برای هیچ چیزی بی خودی پرپر نزنید. هر چیزی که باید اتفاق میفته واقعا، ولی این آدم دیر متوجه میشه. در کل شما شاید 10% از زندگیتون رو میتونین کنترل کنین، بقیه‌اش تقدیر واقعا. بقیه‌اش، حالا من شاید عددی دارم اشتباه میگم، حالا میگم 10% مثال دارم میزنم، میخوام بگم همیشه قادر نیستیم همه چی کنترل کنیم. اصلا کنترل به نظر من چیزی بیخودی. یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصود، یک عده دویدند و به مقصد نرسیدند. با دویدن و تلاش کردن نیست، باید تو پیشونیت باشه، توی طالعت باشه، عطایی باشه، عطا شده باشه از جانب خدا بهت.